همان کسی است که تمام عمرش را فدای آرامش اولادش می کند. خودش خسته می شود اما نمیگذارد که فرزندش درد بکشد. پدر یعنی اعتماد بی حد و مرز، همان کسی که انسان بدون شک و تردید دلش را به او می سپارد. به تمام پدران محترم دنیا، پروردگار سایه‌تان را بالای سر خانواده هایتان محفوظ نگه دارد. شما قهرمانان خاموش زندگی هستید، مردانی که خستگی هایشان را پنهان می کند تا لبخند در چهره فرزندانشان باقی بماند. پدر یعنی امنیت، یعنی اعتماد، یعنی قلبی که همیشه برای اولادش می تپد.